من سلام میکنم خدمت همه کسانی که در ترتیب ما رو میشنون یا میبینن. امیدوارم که مطالبی که اینجا مطرح میشه مفید باشه. اون چیزی که درباره شکنجه قبل از اینکه وارد جزئیات رفتارهایی که شکنجه تعریف میشه و اون چیزی که در سیستم های اداره زندان ها، بازداشتگاه ها، رفتارهای نیروهای پلیس، دستگاه امنیتی، اطلاعاتی با شهروندان رخ میده بپردازیم، قبل از اون لازمه که نگاه کنیم این از نظر فلسفه سیاسی و همچنین نظر بعد فلسفی و اخلاقی چگونه ما باید با موضوع شکنجه روبرو بشیم. شکنجه یکی از پیچیده ترین رفتارهای ضد بشری است که عمدتاً به وسیله حکومت ها و یا گروه های تبهکار رخ میده و عمدتاً معطوف هست به نظام فاسد حکومتی علیه شهروندان. پس خود به خود ما اگر که در دنیای مدرن فرض بکنیم زندگی کنیم که رابطه بین حکومت و شهروند رابطه بین دولت ملت تعریف میشه، خود به خود در این تعریف شهروند کسی است که به حکومت یا اعضای حکومت نمایندگی داده برای اعمال تصدی و اعمال حاکمیت و اداره یک کشور. و آیا این نمایندگی که اسمش قرارداد اجتماعی تعریف میشه در سیستم های مدرن و باید مبتنی بر حکومت قانون باشه، چنین اجازه و اختیاری به حکومت ها میدهد که شهروندانشون را مجازات های ظالمانه و یا رفتارهای نادرست و شکنجه نسبت به اونا اعمال کنند؟ پاسخ به طور روشن منفی هست. هیچ حکومتی حتی حق قانونگذاری برای اعمال شکنجه، بدرفتاری، رفتارهای ظالمانه ندارد، چون ماهیت قرارداد اجتماعی و ماهیت رابطه بین شهروند و حکومت باید مبتنی بر یک توافق باشه و عموما هیچ انسانی یا هیچ عقل سلیمی، هیچ کامن سنسی نمیپذیره که من شهروند به یک کسی دیگه آقا بالا سر داره به خودم اجازه بدم که من مجازات های ظالمانه کنه. میتونیم بهش اجازه بدیم که اگر کسی آزادی های دیگران رو از طریق سوء استفاده از آزادی های فردی خودش مورد هجمه و تهدید قرار داد، اون رو به صورت عادلانه در یک روند صحیح و دقیق با رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه مجازات کنه. و در این مسیر هم مسئله هدف مجازات یعنی اصلاح شهروند، اصلاح رفتار شهروندی و جلوگیری از استمرار خشونت نسبت به دیگران است. اما عمدتاً حکومت‌ها رفتارهای ظالمانه خارج از قانون علیه مردم دارن. گاهی اوقات هم اسمش رو ممکنه قانون بذارن. مواردی وجود داره که به بهانه‌های حفظ امنیت، به بهانه‌های رعایت مصالح عمومی یا مصالح شهروندی در واقع آزادی‌های مردم مورد تهدید قرار میگیره و شکنجه رواج پیدا میکنه. بنابراین به هیچ بهانه‌ای حکومت‌ها حق ندارن قواعدی وضع کنن تا شکنجه، بدرفتاری و حتی مجازات‌های ظالمانه وارد بر بدن مثل مجازات شلاق، مجازات قطع دست و پا، مجازات سنگسار و بسیار از مجازات‌های اعدام نسبت به افراد اعمال بشه. پس در حقیقت اداره جامعه به صورت حکومتگری مطلوب یا بر اساس استانداردهای حکومتگری مطلوب باید مبتنی بر امور اخلاقی و اساسی باشه که این امور اخلاقی به صورت جهان شمول مورد پذیرش ابناع بشر، همه انسان ها قرار گرفته و اون به معنی نفی اشکال خشونت و بدرفتاری و مجازات های ظالمانه است. همین اتفاقها سبب شده که امروز روز هیچ حکومتی و هیچ نظام قدرتی اجازه و حق نداشته باشه که حتی با وضع قانون مجازات های ظالمانه، بدرفتاری و شکنجه اعمال کنه و مضافاً بر اون باید
محافظت کنه از شهروندان و مسئولیت شهروندان رو از هر گونه خشونت و شکنجه رو، همچنین بدرفتاری رو تضمین کنه از طریق ساختار حقوقی. پس به این ترتیب ما باید با یک نظام حقوقی که حاکم میشه بر جامعه، باید متکی باشه بر فلسفه سیاسی، حقوق سیاسی و همچنین مبتنی بر اصول اخلاقی که جاری و جریان داره بین جامعه و همچنین در نظام حقوقی باید جریان داشته باشه تا اولا اعمال شکنجه به کلی ممنوع باشه، در عمل ممنوع باشه، مجازات های ظالمانه ممنوع بشه و شهروندان از آزادی خودشون لذت ببرن و هیچ گونه ترس و تهدیدی نداشته باشن. در این شرایط ما باید یک شهروند رو ببینیم و بر این اساس قدم‌های بعدی برداریم که شکنجه به هیچ عنوان نباید رواج داشته باشه. وقتی که ما در مورد شکنجه صحبت می‌کنیم باید با یک پرسش جدی مواجه باشیم و مطرح کنیم و با پرسشگری در حقیقت با این موضوع مواجه بشیم. و پرسش اساسی اینه که آیا حکومت اراده لازم برای نفی خشونت و شکنجه دارد یا خیر؟ آیا سازوکار حقوقی لازم برای مجازات شکنجهگران و حفظ امنیت شهروندان و ایجاد مسئولیت برای اونها در زمانی که مواجه میشن با دستگاه‌های پلیسی، دستگاه‌های امنیتی و همچنین مواجه میشن با دستگاه‌های اداری، حتی آیا سازوکار لازم برای جلوگیری از بدرفتاری با شهروندان و مسئولیت اونها از شکنجه فراهم شده هست یا نه؟ پس همچنان که از نظر فلسفه سیاسی و اخلاق لازم هست که رابطه بین حکومت و شهروندان بر اساس ایجاد امنیت برای شهروندان فراهم بشه و هر رفتاری و هر بهانه‌ای نمیتونه مجوز شکنجه رو اعمال کنه، بس لازم هست این پرسش جدی هم برای اینکه خب اینکه حکومت ماهیتاً نمیتونه بر اساس قرارداد اجتماعی رفتاری انجام بده که خارج از آنچه هست که جامعه بهش نمایندگی داده. اگر این حکومت چنین ماهیتی داره، سازوکار ایجاد تضمین برای مسئولیت شهروندان از هر گونه شکنجه، بدرفتاری و مواجه شدن با مجازات های ظالمانه چی هست؟ در پاسخ باید گفت که امروز متاسفانه بسیاری از کشورها به بهانه‌های مختلف شکنجه را یا علنی یا غیر علنی اعمال می‌کنند. با وجود اینکه ممنوع هست شکنجه و ما کنوانسیون من اشکال شکنجه داریم و بسیاری کشورها اون اعمال می‌کنند، اما در یک تفاوت وجود داره بین کشورهایی که شکنجه رو به صورت سیستماتیک در رفتارشون و در قوانینشون دارن و کشورهایی که خب اگر شکنجه هم به طور موردی اتفاق بیفته سازوکاری برای دادخواهی وجود داره، برای درمان و بازتوانی وجود داره و برای جلوگیری از تکرار اون در اون ساختار وجود داره. ما به این ترتیب میتونیم کشورها رو تقسیم بکنیم به کشورهایی که به صورت سیستماتیک اینو اعمال میکنن یا کشورهایی که به صورت سیستماتیک اعمال نمیکنن، موردی ممکنه اتفاق بیفته یا گاهی اوقات در نظامهای حکومتی در بخش اجرایی ممکنه در دستگاه امنیتی رخ بده ولی دستگاه قضایی در حقیقت میاد در مقابل اونها قرار میگیره. اما ما در جمهوری اسلامی و در مواجهه با جمهوری اسلامی متاسفانه با یک حکومتی مواجه هستیم که این سازوکار لازم رو فراهم نمیکنه برای مسئولیت شهروندان. از یک طرف به کنوانسیون منع اشکال شکنجه نپیوسته، اما در این حال تعهد بین المللی مبنی بر منع شکنجه دارد و از طرف دیگه در حقیقت شکنجه به نوعی
ممنوع شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی و در قانون مجازات اسلامی برای اون حتی برای شکنجهگران که برای گرفتن اقرار شکنجه را اعمال میکنن مجازات مقرر شده. اما جمهوری اسلامی متاسفانه به دلایل مختلف سازوکار حمایت از شهروندان رو نداره. در حقیقت نقض پیمانی که بین شهروند و حکومت وجود داره در جمهوری اسلامی به راحتی صورت میگیره. یعنی اون پیمانی که شهروند به حکومت اجازه داده تا به اداره جامعه مبادرت بکنه یک زمانی داده و اگرچه جمهوری اسلامی اون مشروعیت لازم رو در حال حاضر ندارد به دلیل اینکه اکثریت مردم حداقل بارها گفتن که ما این ساختار را نمیپسندیم و نمیخوایم، اما متاسفانه همچنان حکومت بر اساس حالا ادعایی که میکنه یه پیمانی در سال 50 اوایل 58 با مردم بسته خودش را مشروع میدونه برای اداره. به هر ترتیب که خودش را مشروع میدونه حق ندارد رفتاری انجام بده که به صورت سیستماتیک شکنجه محسوب میشه. اما متاسفانه در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی این مسئولیت برای شکنجهگران بیشتر وجود داره تا برای شهروندان، به این دلیل که متاسفانه مجازات های ظالمانه در ایران رواج داره و حکومت از طریق قوانینی که داره اعمال میکنه به شکنجه مبادرت میکنه به صورت سیستماتیک. پس در پاسخ به پرسش اصلی این هست که اراده لازم از سوی حکومت برای ایجاد مسئولیت برای شهروندان وجود ندارد و وقتی که شهروندان مورد آسیب قرار میگیرن به خوبی امکان شکایت کردن، امکان اثبات اون چیزی که علیهشون در پستوهای بازداشتگاه ها رخ میده به دست نمیده و سیستم نظارتی لازم برای اینکه جلوگیری کنه از اینکه در واقع بازجوها به جای توسل به کشف علمی جرائم در حقیقت به سمت کشف زوری جرائم برن، به کشف جرائم از طریق توسل به شکنجه برن و از این طریق اون رو ما نمیبینیم که من در ادامه بیشتر توضیح میدم که چرا اون اراده لازم، چگونه اون اراده لازم در ساختار حقوقی به طور روشن وجود نداره. نظام‌های قدرت در حقیقت ادعا میکنن که به نوعی متکی هستن به امور اخلاقی و خشونت و شکنجه و بدرفتاری رو جایز نمیدونن. اما یه مغالطه خیلی جدی در ساختار حقوق کیفری ایران وجود داره. ساختار حقوق کیفری در دنیا به عنوان ساختار عدالت کیفری شناخته میشه، ولی من سعی میکنم واژه عدالت کیفری برای ایران اعمال نکنم و به کار نبرم، برای اینکه این واژه ارزش و اهمیت و به نوعی دارای وزن اخلاقی هست. وقتی صحبت از عدالت کیفری میکنیم باید عناصر عدالت هم وجود داشته باشه. وقتی صحبت از شکنجه میکنیم عنصر اساسی تضمین عدالت دچار فساد میشه و همون تعارض رو ما به راحتی میبینیم، یعنی فسادی که در قدرت مستقر میشه و شکنجه را اعمال میکنه و مغایر با اصول اخلاقی رفتار میکنه. پس بیام نگاه کنیم وقتی که یک دختر نوجوانی در اعتراضات 1401 شرکت کرده و یا اینکه یک پسر جوانی در اعتراضات شرکت کرده، شعاری داده یا شعاری نوشته و در حقیقت مطالبه گری یک حقوقی که از اون دریغ شده کرده، یا مطالبه گری دادخواهی برای دختری کرده به نام مهسا ژینا امینی که ظالمانه کشته شده و در مورد کشته شدن اون در بازداشتگاه هیچ توضیحی به جامعه داده نمیشه و روزنامه‌نگارانی که در رابطه با اون اقدام به انتشار اخبار میکنن و تصاویری از در واقع بدن بیجان اون در بیمارستان منتشر میکنن یا از تشییع اون و یا گفتگو با خانوادهش
در مورد اون جستجو میکنن، اونها مورد آزار قرار میگیرن و به ناحق متهم میشن و حتی مورد شکنجه قرار میگیرن. در این ساختار در واقع ما نمیتونیم براش ارزش رفتار عادلانه وصف کنیم. خود به خود رفتار فاسد هست. خب چرا این رفتار فاسد هست؟ برای اینکه نظام قدرت میخواد خودش حفظ کنه و خیلی ساده حتی قوانین خودش رو نقض میکنه. اون کسی که به خیابان میاد و مطالبه گری حق خودش رو به صورت مسالمت آمیز انجام میده باید مورد مسئولیت واقع بشه و پلیس از اون حمایت کنه تا بتونه در حقیقت از طریق مطالبه گری حقوق خودش رو از حاکمیت بخواد. اما وقتی که پلیس فاسد هست، وقتی که سیستم فاسد هست و براش تضمین عدالت لحاظ نیست و اهمیت نداره، این شهروند رو در مقابل خودش میبینه و سعی میکنه با اون رفتار خشونت‌آمیز انجام بده. این رفتار خشونت‌آمیز مذمومه، چون شهروند به صورت مسالمت‌آمیز حق پرسشگری، مطالبه‌گری از نظام قدرت را دارد و پرسش اگر به درستی حاکمیت پاسخ نده در واقع پیمانی که با شهروندان داره رو نقض کرده. حالا همین شهروند بازداشت میشه به صورت با رفتارهای ظالمانه، با کتک، با بدرفتاری بازداشت میشه، به بازداشتگاه‌های منتقل میشه که با ترس و ارعاب و بدرفتاری و بعضی وقتا حتی رفتارهای متعدد ظالمانه مواجه میشه و در نهایت هم ممکنه به مجازات شلاق محکوم میشه که به طور مشخص سراغ داشتیم در مورد خانم رویا حشمتی که اتفاق افتاد و مجازات شلاق در موردش اجرا شد و داستانش هم همه میدونن. پس ما میبینیم که حکومت هم شکنجهگران رو مورد مسئولیت قرار میده و پیمان خودش با شهروند از بین میبره و هم اینکه با اعمال مجازات شلاق در قوانین خودش که عمدتاً از فقه گرفته، پیمانی که با مردم داره و حتی پیمانی که با جامعه جهانی بسته از طریق پیوستن به کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی در سال 1344 که در اونجا هر گونه مجازات ظالمانه وارده بر بدن ممنوع شده، اما جمهوری اسلامی با وجود اینکه در زمان حکومت سابق در سال 1344 قانون لغو مجازات شلاق تصویب شده و از اون به بعد به هیچ عنوان مجازات شلاق و مجازات های وارده بر بدن مثل قطع دست و پا، سنگسار و غیره اون نباید اعمال شه. جمهوری اسلامی بدون اینکه این قانون رو نقض کنه یا قانونی تصویب کنه که اون رو نقض کنه به صراحت، به صورت ضمنی اون رو نقض میکنه از طریق اینکه قوانین شریعت رو که بسیار قدیمی، سنتی و به هیچ عنوان مبتنی بر اراده و زیست امروزی شهروندان نیست رو وارد سیستم حقوق کیفری میکنه و میخواد یه نوع عدالت به اصطلاح اسلامی رو اجرا کنه، در حالی که حتی از نظر حقوق اسلامی شکنجه بدرفتاری منع شده. اما متاسفانه حقوق اسلامی شلاق را رواج میداره، قطع دست و پا را رواج میداره، حتی در قرآن قطع دست اومده، مجازات شلاق اومده و خب این ما الان نمیخوایم اینجا در موردش بحث کنیم، ولی در هر جا اومده باشد به درد امروز نمیخوره، خواه در قرآن باشه، خواه در فقه و شریعت باشه، فقط به درد مطالعه میخوره، به درد اجرا در امروز نمیخوره و امکان اجرا نداره. برای اینکه هر پیمانی که بین قدرت و مردم هست باید مبتنی بر قصد و رضایت و اخلاق باشه. این امر اخلاقی نیست که امروز دزدی رو ما معلول کنیم از طریق قطع دست یا پا و یا بر بدن یک دختر جوان معترض مثل خانم رویا حشمتی که اشاره کردیم و سایرین شلاق در واقع بنوازیم یا شلاق اجرا کنیم. پس وقتی که مجازات شلاق به وفور وارد از سال 1357 به بعد رسما و غیر رسما وارد سیستم حقوقی ایران میشه،
در حقیقت حکومت به صورت سیستماتیک مجازات شلاق و مجازات هایی که مبتنی است بر شکنجه رو رواج میده. وقتی اینو رواج میده، یک پیام به مأموران خودش و بازجوها در بازداشتگاه ها میده که شما مجازید که از شلاق استفاده کنید، چون هر روز دارن از شلاق استفاده میکنن. پس میتونه اوائل اسمش تعزیر میذاشت، بعضی از حاکمان شهر و روحانیونی که قاضی بودن هم حکم میدادن به این، و بعضا هم خب ممکنه منع کنن، ولی به صورت خاص وقتی که در سیستم حقوقی سنتی اقرار خیلی اهمیت دارد، یعنی بیان پذیرش جرم از طرف کسی که متهم به ارتکاب اون هست، آسان ترین راه شلاق است و بدن گوشتی، کابل هست و بدن و گوشت که اون بازجو از این طریق یا از طریق تحقیر، تهدید، ترسوندن، از طریق تهدید به تجاوز، تهدید به نفی حقوق، تهدید به آزار خانواده، پدر، مادر، بستگان، همسر و سایرین، سعی میشه که شخص را مورد شکنجه های عاطفی، اخلاقی، روانی و حتی فیزیکی قرار بدن تا اون چیزی که مورد نظر بازجو، مأمور یا سیستم هست از اون دریافت کنن. میخواد محقق شده باشه، میخواد محقق نشده. در واقع این یک نوع دشمنی با عدالت و دشمنی با امر اخلاقی هست که باید بین شهروند و حکومت وجود داشته باشه، ولی حکومت در حقیقت با دشمنی با شهروند به این روش متوسل میشه. خب به این ترتیب و ما به جای اینکه کشف علمی جرائم وجود داشته باشه، نه فقط در جرائم سیاسی، در همه جرائم، نه در جرائم امنیتی بلکه در همه جرائم دیگه باید استانداردی رعایت بشه که نه محیط زندان، نه محیط بازداشتگاه و نه محیط رفتاری بین مأمور و مردم تو هم با خشونت، بدرفتاری و شکنجه باشه، بلکه باید تضمین بشه که به هیچ عنوان اتفاق نمیفته. عمدتاً بازجویی ها باید در زیر دوربین هایی باشه که ضبط بشه و قابل دسترسی باشه، باید با حضور وکیل باشه. اما جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرده و میکنه که از یک طرف شلاق و شکنجه را ممنوع کرده روی کاغذ، اما از طرف دیگه در قوانین رسمی برای بسیاری از جراحان مجازات شلاق اجرا میکنه و رواج داره. از طرف دیگه در بازداشتگاه ها این وجود داره و ما از شکنجه های به عنوان تجاوز متاسفانه گزارش داریم، چنانچه که در گزارش کمیسیون حقیقت یافت سازمان ملل هم اومده بود، تا مجازات های متعدد دیگه و یا رفتارهای تحقیرآمیز، رفتارهای مبتنی بر تحقیر و قطع حقوق و امتیازهایی که زندانیان یا بازداشتیان دارن، عدم دسترسی به وکیل، عدم دسترسی به خانواده و مسائل متعددی دیگه، اینها مجموعاً شکنجه و بدرفتاری محسوب میشه و به طور سیستماتیک در ساختار وجود داره. و وقتی میگیم سیستماتیک به این دلیل که ما تا حالا نشنیدیم که کسی را به درستی در این خصوص مجازات کنه. حتی خود من از بعضی شکنجهگران در زمانی که در وکالت میکردم 20 سال در ایران شکایت کردم، ولی هیچ کدام به نتیجه مطلوب نرسید. یا در جنبش مهسا ژینا ما مواجه بودیم که عده‌ای رفتن شکایت کردن، گزارش هایی داریم که عده‌ای به درستی رفتن شکایت کردن که این بدرفتاری ها صورت گرفته، این شکنجه ها صورت گرفته، ولی تاکنون ندیدیم که به حتی یک موردش به درستی رسیدگی شده. پس ما میبینیم که به صورت سیستماتیک ساختار نمیخواد حقوق شهروندان رو رعایت کنه، نمیخواد پیمان خودش با شهروندان رو که اداره جامعه به صورت مطلوب بر اساس حکومت قانون هست را رعایت کنه، آزادی های مردم را مورد احترام قرار نمیده و اونها را برای رسیدن به نتایج فاسدی که خودش مد نظر داره مورد شکنجه قرار میده. این شکنجه در حقیقت و این رفتارها در حقیقت امر اجرای عدالت بین شهروند و حاکمیت را مختل میکنه و به هیچ وجه نتیجه مطلوبی نخواهد داشت و عمدتاً مشروعیت
حکومت رو زیر سوال میبره. از این جهت بیشتر توضیح خواهیم داد که چگونه باید با اون رفتار کرد و چه کار باید بکنیم در این شرایط. حکومت علیرغم اینکه ممنوع کرده شکنجه باز اعمال میکنه و امروز روز عمدتا شکنجه های وارد بر بدن نیست یا کمتر هست. بستگی داره که این شخصی که مورد بازجویی قرار میگیره کی هست، چگونه هست. اگرچه گاهی اوقات در بحران‌های خاص مثل در ایام اعتراضات شاهد رفتارهای بسیار وقیح و ظالمانه از سوی مأمورین هستیم، اما به طور کلی عصر شکنجه های فیزیکی کمتر کاهش یافته و از اونجایی که اساسا حتی امر بازداشت شهروندان هم از نظر فلسفی و سیاسی مورد پرسش قرار گرفته که آیا واقعا حکومت میتونه شهروندان رو به زندان ببره و اگه بخواد به زندان ببره در چه شرایطی باید ببره و اساسا اساس زندان و نقض آزادی های شهروندی و آزادی های عمومی آیا به وسیله حکومت میتونه رخ بده و اگر رخ بده نتایجش چی است؟ نتایج باید مبتنی بر این باشه که ما شهروندی که احیانا خطرناک هست برای دیگران را درمان کنیم و این درمان هست که با کمک روانشناسان، مددکاران اجتماعی باید صورت بگیره یا متخصصین روانپزشکی و نه به این معنی که باید اون افراد تحت داروی خاص قرار بدیم، بلکه باید در تشخیص رفتار تشخیصی بدیم نسبت به کسانی که احیانا رفتار خطرآمیز یا خطرناک دارن برای جامعه و در صدد اصلاح و درمان اونها بر بیان. چون همه کسانی که سابقه زندان دارن دچار تروماهای مختلف هستند و به حال متخصصین روانشناسی در این زمینه حتما توضیح میدن که چگونه تروما میتونه بر رفتار افراد تاثیر بذاره و در نتیجه این حکومت هست که باید کار درمانی و کار اصلاح را انجام بده، نه اینکه شهروند رو در زندان کنه، آزادیاش از بین ببره، شکنجه کنه، بدرفتاری نسبت بهش انجام بده که یک قانون کیفری رو نقض کرده. به این دلیل که باز رابطه قرارداد اجتماعی و پیمان بین حکومت و مردم این اقتضا رو نداره که حکومت هر جور دلش خواست شهروند رو مجازات کنه. پس به این ترتیب حکومت ها این رو آگاهند. در ساختار حقوق بشر بین الملل هم برای چنین رفتارهای مجازات‌های سنگین و عواقب سنگین فرض شده. حکومتی که به طور سیستماتیک مبادرت به شکنجه میکنه و بدرفتاری در حقیقت شکنجه از نظر حقوق کیفری بین المللی به عنوان یکی از المان‌ها و یکی از شاخص‌های جرائم علیه بشریت و در زمان جنگ جرائم جنگی محسوب میشه. جرم تجاوز، جرم قتل و شکنجه اینها رفتارهایی هستند که اگر حکومت به صورت سیستماتیک انجام بده یا اگر اعضای از حکومت، کسانی که بر قدرت هستند، در بازداشتگاه‌ها اون را انجام بدن، در حقیقت مرتکب نقض اساسی حقوق بشر و مرتکب جرائم علیه بشریت شدن. برای اینکه شکنجه در واقع آزار به یک انسان نیست، شکنجه به معنی آزار به همه شهروندان است، یعنی هیچ شهروندی مسئولیت نداره. از این طرف واژه جرائم علیه بشریت برای رفتار شکنجه، تجاوز، قتل و غیره اون تعریف شده در نظام حقوق بشر بین الملل و برای اون حتی صلاحیت کیفری دادگاه کیفری بین المللی مشخص شده. پس ما با این موضوع به طور جدی مواجه هستیم که حکومت‌ها، عمدتاً حکومت‌های تمامیت‌خواه، دیکتاتوری و استبدادی، علیرغم این که
آگاهن به این که مرتکب رفتارهای شدید و شنیع میشن که عواقب داخلی احیانا و بین‌المللی حتما در بر داره، اگرچه خب در روی کاغذ هست، در عمل سخت هست اینو به نتیجه برسونیم، ولی هیچ جا دیگه برای دیکتاتورها مسئول نیست. ممکنه زمان ببره اما امکان مجازات اونها باید فراهم بشه. تفاوت نمیکنه یه شاهزاده در یک کشور عربی دستور اشکنجه یه نفر را بده یا یک پاسدار و یک مأمور امنیتی چراغ سبز بده به یک بازجو و یک نگهبان و یا حتی یک زندانی خطرناک قرار بدن به کنار یک زندانی دیگه تا اون شخص رو شکنجه کنن. مجموعه اینها یک رفتاری رو نشون میده که حکومت‌ها واقفن به ممنوعیتش. خب به این دلیل امروز روز سعی میکنن رفتارشون رو یک جوری یا لوای قانونی بهش بپوشونن و یا در خفا انجام بدن و شوربختانه سعی میکنن شکنجه ها را از شکنجه هایی که آثار بیرونی فیزیکی داره به شکنجه های روانی تغییر بدن، با استفاده از داروها به تسلط پیدا کنن بر تمامیت جسمانی و تمامیت روانی افراد و به نتایج خودشون برسن و یا اونها رو در شرایط شهروندی که بازداشت میشه رو در شرایطی قرار بدن که اقدام خودآزاری کنه یا بعد از آزادی حتی اقدام به خودکشی کنه. این وضعیت رو ما داریم میبینیم که اینها هم مجموعه از همون رفتارهای ممنوع و شکنجه تلقی میشه که در ایام بازداشت رخ میده، اما به صورت ظاهری ممکنه نمودی بیرونی نداشته باشه یا بلکه به صورت خاص در حقیقت امنیت روانی شخص رو مختل میکنن و امنیت عاطفیش رو مختل میکنن، خانوادهش رو با خطر مواجه میکنن، با ایجاد ترس، نگرانی، بیخبری از بیرون، عدم دسترسی به وکیل و همچنین با تهدید به مجازات ها یا حتی مجازات اعدام نمایشی و امثال این سعی میکنن بر تمامیت جسمانی شخص تسلط پیدا کنن و از اون هر عمل فاسدی که میخوان را به صورت اقرار دریافت کنن. در این حوزه لازم هست که ما به ابزاری در حقیقت مسلح بشیم که اینها را تشخیص بدیم و در موردش حرف بزنیم. حتما بنیاد محترم کیان به این موضوع میپردازه بخشای گفتگو با متخصصین دیگه که در زمینه موضوعات روانی خصوص شکنجه های روانی متعدد چگونه باید اما تشخیصی صورت بگیره و چگونه باید درمان صورت بگیره و در این رابطه باید بیش از اندازه گفتگو کنیم، ما گفتگوی عمومی داشته باشیم تا هم جامعه نسبت به اون آگاه بشه و هم نظام قدرت ایجاد احساس مسئولیت برای خودش و برای عوامل و نیروهای خودش نکنه که بتونه این نوع شکنجه ها را اعمال کنه. از این رو در حقیقت باید انواع شکنجه را شناخت و برای اون میتونیم به موضوعات به اسناد بین‌المللی هم رجوع کنیم که در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد که به چه اسنادی یکی از موضوعاتی که بسیار حائز اهمیت هست در بررسی مسئله شکنجه بحث کنوانسیون‌های بین‌المللی و قواعد بین‌المللی در این زمینه. جست گریخته در ویدیوهای قبلی به موضوعاتی من اشاره کردم، اما اینجا میخوام بیشتر توجه بدم به این موضوع که اولا شکنجه چه به عنوان زندان با اعمال شاقه، چه به عنوان بدرفتاری، چه به عنوان مجازات‌های وارد بر بدن و مجازات‌های ظالمانه، مجموعه اینها و چه به عنوان آنچه پیش از محکومیت برای افرادی که هنوز محکوم نیستن، متهم به ارتکاب جرامی احیانا هستن، اعمال میشه. همه اینها در نظام حقوق بین‌الملل ممنوع شد. در کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی
شکنجه به کلی ممنوع شده و ایران هم به اون پیوسته. در کنوانسیون حقوق کودک شکنجه نسبت به افراد زیر 18 سال ممنوع شده. شکنجه، مجازات حبس ابد و اعدام برای تمام افراد زیر 18 سال ممنوع شده و ایران هم باز به اون پیوسته. در قانون اساسی جمهوری اسلامی شکنجه ممنوع شده برای اخذ افراد. از نظر قواعد اسلامی شکنجه ممنوع هست به اصطلاح، اگرچه شلاق مجاز هست، شکنجه ممنوع است. از نظر اخلاقی شکنجه ممنوع است. اخلاق بین المللی در ساختار نظام حقوق بین الملل هم شکنجه را ممنوع اعلام کرده. اما حالا ببینیم که در نظام بین الملل برای تشخیص چه راهی در پیش گرفت. سازمان ملل در یک سند بسیار ارزشمندی که معروف است به پروتکل استانبول تلاش کرده که فکر کنم سال 2004 در استانبول در گردهمایی نهایی که در استانبول وجود داشته، سازمان‌های مختلف، کشورهای مختلف مشارکت کردند و سندی ارائه داده در رابطه با مسئله شکنجه که اولا شکنجه رو تعریف میکنه که شکنجه شامل هر نوع بدرفتاری، هر نوع رفتاری هست که باعث آزار جسمی، روحی، عاطفی، اخلاقی، ایجاد ترس و نگرانی، عدم امنیت و غیره در شخص میشه. در حقیقت در این سند علاوه بر تعریف، روش‌های تشخیصی، روش‌های مختلف تقسیم بندی هایی داره در رابطه با شکنجه فیزیکی، شکنجه عاطفی، تجاوز. توصیه های جدی داره برای پزشکان، برای روانشناسان و مددکاران اجتماعی و همچنین برای وکلا و قضات که چگونه با قربانیان شکنجه مواجه بشیم. قربانیان شکنجه معمولا حرف نمیزنن برای اینکه به سادگی دچار تروما شدن، آسیب دیدن. حرف زدن در مورد این موضوع امر ساده ای نیست، نیاز به متخصص هست که گفتگو کنه با این افراد. پس کسانی که از زندان آزاد میشن رو ما نباید به پرسش بگیریم، بلکه باید بهشون وقت بدیم، اجازه بدیم که در یک محیط تو با امنیت از طریق گفتگو با متخصصین لب به سخن باز کنن هر وقت خودشون خواستن. و این بسیار حائز اهمیت هست که استانداردهایی که در همون پروتکل که اشاره کردم، پروتکل استانبول، رعایت بشه. در اونجا اتفاقا چارت خیلی مشخصی ارائه میده. اگر علاقمندان خواستن، این سند به فارسی هم ترجمه شده، به عنوان یک کتاب منتشر شده و قابل دسترس هست برای افرادی که علاقمند هستن. در فضای وب و اینترنت هم کاملا قابل دسترس هست و اون استراکچری که ارائه میده به خوبی به ما کمک میکنه برای امر تشخیص، رفتار با قربانیان و نهایتاً مستندسازی شکنجه. مستندسازی شکنجه بسیار حائز اهمیت هست در این حوزه که لازم جداگانه حتی در موردش صحبت کنیم. اما اون چیزی که نظام حقوق بشر بین‌الملل بهش میپردازه، اگرچه هیچ جایی بهش نیست و مسئول از هر نوع بدرفتاری نسبت به مردم وسیله پلیس، دستگاه امنیتی نیست، اما تفاوت در اون جایی هست که این رفتار جرائم علیه بشریت، چنانچه قبلا اشاره کردیم، محسوب میشه، به صورت سیستماتیک داره اعمال میشه. نظام قدرت یک هدف مشخص را دنبال میکنه برای شکنجه، یا نه به صورت موردی اتفاق میفته. از این رو تشخیص این موضوع حائز اهمیت هست، چگونگی برخورد با قربانیان حائز اهمیت هست و نکته آخر و بسیار حائز اهمیت، دادخواهی برای قربانیان هم حائز اهمیت است. وقتی که ما در جمهوری اسلامی از موضوع شکنجه و ممنوعیت شکنجه در قانون اساسی صحبت می‌کنیم یا در قانون مجازات اسلامی می‌بینیم که ممنوع است، یا قانون حقوق شهروندی انواع شکنجه را تعریف و ممنوع کرده می‌بینیم، ولی در عمل رخ میده و در عمل می‌بینیم که
امکان دادخواهی برای قربانیان شکنجه فراهم نیست و هیچ پرونده‌ای به نتیجه‌ای نمیرسه وقتی که از یک مأمور اطلاعات سپاه یا مأمور پلیس آگاهی، پلیس مواد مخدر که عمدتاً شکنجه به وسیله همین 4 دسته افراد که عرض کردم رخ میده، یک حکومت به نوعی مسئولیتی برای این افراد فاسد فراهم کرده و این افراد هم انگار وظایف خودشون رو انجام میدن، به راحتی الفاظ رکیک به کار میبرن تو برخورد با مردم، با متهمین، به راحتی اونا رو شکنجه میکنن، غذای درست در اختیار اونا قرار نمیدن، فضای انفرادی طولانی مدت، تاریک، چشمند زدن و مسائل متعدد دیگه میبینیم که در رفتاراشون هست. اما وقتی که نوبت به دادخواهی میرسه، در همون پرونده باید یه محیطی وجود داشته باشه که بازپرس، دادستان و یا قاضی دادگاه بپرسه اگر شخص شکنجه شده باشه، در حقیقت طبق قانون آیین دادرسی کیفری اقرار اون هیچ اعتباری نداره. اقراری که از طریق شکنجه رفتار بد به دست اومده باشه به هیچ عنوان نمیتونه امکان اثبات یک جرم را فراهم کنه ولی اون جرم اتفاق افتاده باشه. اون اقرار میشه فاسد. بعد امر فاسد هیچ امر غیر فاسدی نمیتونه محقق بشه. پس در ساختار حقوق بین الملل این موضوع به طور جدی گرفته شده برای اینکه در سیستم های حقوقی مثل جمهوری اسلامی در حقیقت یک ملغمه ای از فقه اسلامی داره اجرا میشه با سیستمی که میخواد سرکوب و اعمال کنه و هیچ علاقه ای به رعایت امور اخلاقی و رعایت عدالت نداره. برای این افراد در ساختار حقوق بین الملل هم روش های تشخیصی چنانچه اشاره کردم وجود داره که چگونه تشخیص بدیم، چگونه مستندسازی کنیم و چگونه گزارش بدیم. به طور مشخص سازمان ملل گزارشگر موضوعی شکنجه داره. در مورد ایران درسته گزارشگر ویژه حقوق بشر هم وجود داره، اما گزارشگر ویژه شکنجه گزارشگر دائمی سازمان ملل هست که از همه کشورها، همه افراد، همه سازمانها میتونن باش در تماس باشن و درخواست کنن که چنانچه مورد شکنجه قرار گرفتن تا دادخواهی بلکه به صورت بین‌المللی براشون امکان داشته باشه و فراهم میشه. وقتی دادخواهی در درون یک جامعه‌ای چنانچه اشاره کردیم اتفاق نمیفته و میتونیم به نوعی به سیستم های و مکانیزم های بین المللی متوسل بشیم برای امر دادخواهی. پس لازم هست که یه سیستم اگر مدعی است که شکنجه نمیکنه باید امکان دادخواهی هم فراهم کنه. امکان دادخواهی اگر در داخل فراهم نشد در ساختار حقوق بین الملل باید رجوع کرد و از اون طریق به اون پرداخت. به هر ترتیب مجموعاً شکنجه ممنوع است، مجموعاً از چه از نظر حقوق بین الملل و بین الملل بشر و چه از نظر حقوق داخلی، اما اراده لازم هست باید فراهم بشه تا اون رو به منصه ظهور برسونه و از شهروندان محافظت